خب سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو از اون سری ویدیوهایی هستش که قرار خیلی سریع بریم روی یه موضوع خاص در واقع بهش بپردازیم. قرار نیست اصلا دیپ بشیم روی ماجرا و ذات یه سری از موارد رو بررسی بکنیم و اصطلاحاً قرار خیلی فست‌فودی بشینیم و این موردی که داریم رو بتونیم با هم دیگه بررسیش بکنیم. سناریو رو من میگم خدمتتون، شما بدونید داستان چیه. سناریو این هستش که یک برنامه نویس بیچاره‌ای میخواد بیاد سرویسش رو بیاره بالا و تحویل محیط عملیاتی خودش بده و بعد از اون هم در واقع بتونه بررسی بکنه که آیا حال دل سرویسش خوب هست از لحاظ منابع، از لحاظ در واقع زیرساختی، بتونه یه دیدی نسبت به سرویسی که کار توسعهش رو انجام داده و الان رسیده به مرحله استقرار، بتونه این مهم رو به دست بیاره و متوجهش بشه. برای اینکه بتونه همچین کاری انجام بده، خب یه دیزاین معماری این شکلی رو اگه ما فرض بکنیم که هر کدوم از این المان‌هایی هم که اینجا آورده شده میتونه در واقع جابجا بشه، میتونه در واقع جایگزین بشه، میتونه حتی بعضی جاها اصلا نباشه و استفاده نشه. در هر صورت تمرکز ما بر این هستش که ما بتونیم متوجه بشیم که حال این دل این سرویس ما آیا خوب هست یا نه. ما اصطلاحاً میخوایم یک مانیتورینگی بر روی سرویسمون داشته باشیم و در کنار اون موضوع بتونیم روی این بحث مانیتورینگ بتونیم دیتا رو ویژوال شده ببینیم. در کنار ویژوال شدن این دیتا حتی نیاز داریم بعداً حتی ممکنه الرتینگ رو هم داشته باشیم. پس این کل ماجرا هستش که ما قرار هست انجام بدیم. خب اگر دارید این ویدیو رو میبینید، حالا ممکنه جز چند دسته افراد باشید. یک دسته افراد اونهایی هستن که یک همچین سرویسی رو تو دل شرکتشون دارن و تو اون شرکت ممکنه حالا ابعاد متفاوت باشه دیگه. ابعاد شرکت بزرگ، نیروهای مثلا مانیتورینگ، SRE، دیوابس، حالا ممکنه بنا به شرکت هر کس رول های متفاوتی بیان این مسئولیت رو بردارن. یه سری کانفیگ ها و یه سری در واقع مراحل استقراریش رو خود اون تیما انجام میده. یه زمان هم هست تیم کوچیکه یا اصلا یه نفر میخواد کل این اکوسیستم رو خودش برای خودش راه بندازه، باز این هم سناریوش متفاوته دیگه. اون موقع مجبوره 0 تا 100 کار رو خودش انجام بده. پس بنا به اسکیل شرکت نیازمندی ممکنه شما تا یک جایی از این سناریو رو برید جلو. برای مثال اگه شرکت خیلی بزرگ باشه، خب نیروهای متخصص هر قسمت وجود دارن. فقط به عنوان توسعه دهنده شما سرویس رو توسعه میدید و در واقع اون چیزهایی که باید اکسپوز کنید رو اکسپوز میکنید دیگه. بقیه راه اندازیش با بچهای تیم های دیگه است. حالا میتونه دیوابس باشه، SRE باشه، جاش متفاوته. واقعیت تو هر شرکت من متفاوت دیدم این موضوع. اما اگر شما به عنوان یک برنامه‌نویس بخواید خودتون این موضوع رو 0 تا 100 راه بندازید، یعنی از توسعه تا استقرار و در ادامه بتونید مانیتورینگ و همچنین ویژوالایزیشن روی اون در واقع اطلاعات اکسپوز شده داشته باشید، خب یک مقدار باید کارهای بیشتری رو انجام بدید. این چیزی که الان دارم بهتون نشون میدم، حالا معماری که داره نشون داده میشه به شما، نکته‌ای که دارم روش اینه که ببین اگر داری همچین چیزی رو میبینی، هر قسمت هر المانش میتونه جایگزین بشه. یعنی من اصلا تو این ویدیو بحثم RabbitMQ نیست، اصلا بحثم دیتابیس نیست، اصلا بحثم سرویس دیسکاوری نیست، اصلا بحثم آسلات نیست. پس میتونه این ویدیو برای افرادی که فقط یه دونه سرویس مونولیتیک ساده دارن در واقع کارا باشه، میتونه برای عزیزانی هم که یه عالمه ماکرو سرویس دارن برای اونها هم کارا باشه. بس اصلا دلیلی بر این که فقط برای یک دسته از افراد با یک استک خاص هست نیست و میتونه در جاهای مختلف استفاده بشه. من بیشتر دارم ذهنیت رو به شما میگم. باز حالا توی فرآیند دیپلویش بستگی به زیرساخت هم داره. اما فرض بر اینه که برای اینکه من بتونم این دمو رو به شما نشون بدم، اینه که شما میخواید اصلا خودتون زیرساخت خودتون هم داشته باشید. یعنی خودتون روی پلتفرم مثل لیارا یا در واقع پلتفرم های مشابه اون این پابلیش رو انجام بدید، سرویساتون رو مستقرش بکنید. خب پس با توجه به این نکته من میخوام این قسمت
آسلات، کلاینت و حتی بقیه سرویس ها رو هم حذف کنم و فقط بگم یک سرویس وب API دارم به عنوان در واقع اون سرویسی که داره برای من کار بیزینسی من رو انجام میده و در واقع اگر پایین باشه یک قسمتی از سیستم من دیگه فانکشنال نخواهد بود. برای اینکه من بتونم این کار رو انجام بدم در دل هر سرویس ما باید در واقع بتونیم اطلاعاتی که داره وضعیت خود سرویس رو به دنیای بیرونش اکسپوز بکنیم. دوستان این کار خیلی سریع بخوام برم سراغ اصل مطلب میشه اکسپوز کردن اسلش متریکتون از دل این سرویس. حالا اینکه اسلش متریکس چیه و موارد مربوطه توی یه سری ویدیوهای دیگه احتمالاً حالا یا من بهش میپردازم یا میتونید در واقع توی یوتیوب دنبالش بگردید که اصلا اسلش متریکس چیه و داره چی کار میکنه. در ادامه ما یک چیزی داریم تحت عنوان پرومتئوس یا حالا میتونیم به عنوان پرومتئوس سرور هم این رو بشناسیمش که داره میره مراجعه میکنه به این سرویس ما و اطلاعات این رو دائما داره مانیتورش میکنه. این اطلاعات رو در خودش نگهداری میکنه و میتونید شما یه تولزی داشته باشید مثل گرافانا که این پرومتئوس رو در واقع به عنوان یه سورس میشناسه و میتونه اطلاعاتش رو بره ویژوال بکنه. پس میتونم این شکلی بگم که گرافانا برای ما اینجا نقش فقط نمایشگر رو داره اما بلد هستش به هر چیزی وصل بشه و نمایش بده. برای مثال اگر من بیام اینجا بیام تو قسمت پنل لیارای خودمون و بعد بیایم بگیم که توی پلتفرم ها برای من لطفاً بیا و مانیتورینگم رو بیار و بعد بریم اینجا توی این قسمت مانیتورینگ خودمون رو بیاریم. میتونیم اینجا در کنار صفحه، حالا هنوز لود نشده، در کنار صفحه میتونیم کانکشن های خودمون رو ببینیم. میتونیم اینجا بگیم که ببین نگاه کن تو قرار هست به عنوان یک در واقع ویژوالایزیشن به هر جایی بری و وصل بشی. مثلا میخوای بری به یه دی بی وصل بشی، کلیکاس وصل بشی، یا مثلا میخوای بری سراغ یه دیتا ست، دیتا داک، سی اس وی یا حتی دیتابیس سیکوئل سرور یا حتی میتونه هر جنس مثل رابیت ام کیو، ردیس یا هر چیزی وصل بشی. در صورت وقتی وصل شدی دیگه بعد از اون من میتونم بیام روی تو در واقع چیکار کنم؟ بیام بررسی انجام بدم که آقا الان چه پارامترهایی رو از این دیتا سورس من میخوام نمایش بدم. پس این شد قسمت ویژوالایزیشن ما. یه قسمت هم داریم به اسم پرومتئوس که باز شما پرومتئوس رو هم میتونید بیارید بالا. این بالا آوردن پرومتئوس یه نکته تریکیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما حالا میتونید یا مثلا برید داخل ابر آروان سرویس پرومتئوس رو بگیرید. خب یه مقدار با توجه به ادوانتج‌ها و دیس ادوانتج‌ها سرویس و آپ نگه داشتنش بهتره ولی هزینه‌ش هم خب یه مقدار بالاتره. اما خب تو دنیای کامپیوتر هم همه چی میتونید داکری پیش ببرید دیگه. 99% چیزا، حالا باز خیلی صفر و صدی صحبت نکنیم، یه سری چیزا رو میتونید داکری پیش ببرید جلو. پس من میتونم اینجا بیام این دفعه بیام از یک در واقع خود داکر ایمیج پرومتئوس استفاده بکنم. اما تریکش این هستش که اگر شما از خود ایمیج پرومتئوس استفاده بکنید خب درگیر این هستید که اون سرور رو باید به نحوی بشناسیدش. یعنی این سرویس شما باید اسلش متریکس رو اکسپوز بکنه. پس تو دل سرویستون باید متریک ها رو اکسپوز بکنید، کارهای مربوط به اکسپوز کردن یک متریک رو انجام بدید. این قسمتش حالا توی هر زبان برنامه نویسی و در واقع فریمورک میتونه متفاوت باشه. در ادامه نیاز به یک پرومتئوس سروری دارید که حالا یا میرید آمادهش رو میخرید یا در واقع میرید خودتون داکری راه اندازیش میکنید، مثل این کاری که من انجام دادم. وقتی اینجا اومدم خواستم من انجام بدم اون ایمیج رو بگیرم، اومدم ایمیج پرومتئوس رو گرفتم، دامین خودم رو در واقع چیکار کردم؟ دامین خودم به علاوه اسلش متریکسش رو اومدم بررسی کردم و بهش معرفی کردم، گفتم این به عنوان دامین تو هستش، تو باید به همچین چیزی گوش بدی و همین رو اومدم عملیات استقرارش رو انجام دادم و اینجا هم تگ موفق بودن رو گرفتم. زمانی که من در واقع اون رو رانش بکنم، برای من اینجا پرومتئوس سرور که بالا اومده به هم اومده گفته که ببین من دارم لیسن میکنم به یه اند پوینتی به اسلش متریکس. حالا این میشه اون سرویسی که من توسعه دادم و اسلش متریکس که من اکسپوز کردم. اینجا
در واقع استیت هم در واقع آب هستش و دارم اسکرپش رو انجام میدم و در ادامه از طریق این ویژوالایزیشن هم وصل شدم به این پرومتئوس. این کل ماجرا هستش که شما خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید، کانفیگش رو انجام بدید. هزینه‌ش هم برای شما هزینه عجیبی نیست. اگر در واقع یک پلتفرمی داشته باشید خیلی راحت میتونید این ماجرا رو انجام بدید و این فرآیند رو با خودتون پیش ببرید جلو. کل فرآیند این هسته. شما با این روش خیلی راحت تونستید یه سرویس رو عملیات مانیتورش رو انجام بدید، عملیات ویژوالایزیشن اون دیتا رو هم انجام بدید. اگر بخواید الرت رو انجام بدید سناریوش متفاوته. حالا اینکه شما الرت رو اینجا انجام میدید یا مثلا میتونید روش‌های مربوط به این روزها، خب بازار نیتن و موارد مربوطه هم خیلی داغ شده، خیلی هم مانیتورینگشون میبرن تو اون قسمت. از اون کارها هم میتونید بکنید. واقعیت یک جواب نیست، هزاران جواب هستش، میتونید شما هر کاری باش انجام بدید. من فقط اشاره کردم به کلیت‌های ماجرا، اینکه اصلا شما میتونید از این استش متریکس چجوری استفاده بکنید، اینکه چجوری اصلا استش متریک بنویسید. حالا دیگه میشه سناریو اصلا ASP.NET و سناریو .NET و اینکه چجوری شما میتونید این کار رو انجام بدید. اینکه حالا چجوری از این دیتا استفاده بکنید دیگه میشه قسمت پرومتئوس که من کانفیگ کردنش رو گفتم و خواستم یک بار 0 تا 100 رو خیلی سریع توی پلتفرم لیارا خدمت شما عزیزان بگم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و این ویدیو هم واسهتون مفید بوده باشه. اگر نکته‌ای، سوالی، چیزی بود هم که میتونید در واقع با من در ارتباط باشید از طریق کانال کدمسترز 98. و در ادامه در واقع میخواستم که خود سرویس ایزی اگزم که مانیتورینگش رو به شما نشون دادم رو هم بهتون معرفی بکنم. سرویس ایزی اگزم در واقع به شما کمک میکنه که بتونید در واقع در این دنیایی که پر از اطلاعات و محتوا هستش، مثل همین محتوایی که میبینید، بتونید خودتون رو در واقع در معرض پرسش قرار بدید، ببینید که آیا یک چیزی رو درست متوجه شدید یا نشدید، کانسپت ها رو بلد هستید یا نیستید. آزمون هایی وجود داره. بعد از اینکه این آزمون ها رو شما به انتها رسوندید میتونید وضعیت سوال ها رو متوجه بشید و بفهمید که از هر کانسپت چقدر بلد هستید و اگر هم بلد نباشید خب متوجه میشید در واقع کدوم سوال ها رو اشتباه زدید و کدوم سوال ها رو درست زدید. برای مثال اینجا یک نمونه سی شارپی رو میبینید که آزمون های مختلف سی شارپی هست به همراه سوالاتی که در واقع به صورت کد هستش یا سوالات متفاوتی که وجود داره. اگر دوست داشتید میتونید از این پلتفرم برای در واقع پرسش و این که بسنجید خودتون روی کانسپت رو بلد هستید یا نه استفاده کنید. موفق باشید دوستان، خسته نباشید.